یکی از این جوونا گفتم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ گفت دیوانه‌ام ازدواج می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتش که برم مسئولیت یکی گردن بگیرم و 1000 دردسر رو فلان. می‌خوام چیکار ازدواج کنم؟ یعنی اولین نگاهی که داریم میگه من رو داره محدود میکنه، چون اینجا من داره مبنا میشه. چرا اینقدر آمارهای طلاق رفته بالا؟ چون منیت‌ها زیاد شده. مسائل اقتصادی فقط چرا شمال تهران 57%؟ ببینید من بنده نوعی منکر مسائل نقش در واقع فاکتور مسائل اقتصادی در طلاق نیستم، ها این چیز واضحیه. اما وقتی این مثال نقض رو میاریم یعنی چی؟ اگه قراره بر این مناسبات بود باید جنوب شهر بیشتر طلاق می‌داشت. و خیلی جالب جشن ازدواج طلاق بگیریم. باید چکش حلقمون اونجا بگیریم بشکنیم، خیلی هم شیک و قشنگ با لبخند از هم جدا بشیم. جشن طلاق. چرا فرزند بیارم؟ چرا ازدواج کنم؟ همه اینا معلول یک فرهنگی که داره همینطور رشد میکنه در جامعه ما. یک شاخصی داریم ما در جمعیت، شاخص ورتهایم، که میگه اگر افراد زیر 15 سال یک جامعه از 20% کمتر شده، نزدیک 20% شد، جامعه دیگه پیر شده، چون اینا میخوان قرار بزرگ بشن دیگه و نمیتونن اون خلأ رو جبران بکنن. سال 93 ما در مناطق شهرنشین خودمون رسیدیم به این 20%. در مناطق شهری. یک سوال اینجاست، چرا مناطق شهری؟ اول گفتیم شمال تهران، بعد داریم این مناطق، چون همون فرهنگه. قبلا اگه یه نفر تو شهرک غرب رپ میخوند به عنوان یک پدیده عجیب برای مسئول فرهنگی ما شناخته میشد، 3-4-5 سال بعد تو کل تهران بود، چند سال بعد میومد شهرستان‌های بزرگ کشور، بعد میرفت مثلا تو فلان شهرستان فلان روستا. الان میخوام مسئله رو خدمت شما عرض بکنم و این هشدار رو بدم که دیگه این مسیر به این شکل دیگه نیست. چرا؟ چون اون کسی که از اون بالا یک فرهنگی رو در جامعه ساری و جاری میکرد دیگه شمال تهران، بقیه تهران، شهرستان بزرگ و شهرستان کوچیک نیست. این طریق شکسته شده، چون الان همه مستقیم به اون سرفصل وصلن. کجا؟ شبکه‌های ماهواری، شبکه‌های اجتماعی. بعد شما میبینید که اینها در کلام مسئولین سیاسی ما داره میاد متاسفانه. یعنی این متأثر شدن از این فضای فرهنگی یک بخشش مربوط به اون مردمیه که باید زاد و ولد کنن، یک بخشش تأثیر میگذاره همین فرهنگی که عرض کردم برای مسئولینی که میخوان سیاست گذاری کنن و اساسا قبول ندارن همچین چیزی رو، قائل بر علیت معنوی نیست، به هیچ وجه همچین چیزی رو نمیپذیره این فرد. ما مسئول مملکتمون اسم نمیبرم، خانمی هستش اینجا یادداشت کردم نکاتی که شما فرمودن، با وجود مشکلات اقتصادی، اشتغال و مسکن بیش از 1 یا 2 فرزند خیلی عقلانی نیست. اینا منتج از عقل سکولار ها. نگاهی که من حتی اینجا عرضم اینه چه میگم، اگر عقل سکولار هم دارید خب برید آقا پیرو آلمان باشید دیگه. شما دیگه از کاسه داختر از آش که دیگه نه پاپ کاتولیک‌تر می‌خوای بشی؟ حداقلش هم غربی‌ها رو ببین داره چیکار میکنه. اینا خطرناکه. یا مسئول دیگر ما متأسفانه صحبت کرده از ساخت خانه‌های سویت‌های سیمتری. یا ما دیگه برای بحث حل مشکل مسکن باید خانه سیمتری. خب این عواقب فرهنگی یک اتفاق کالبدی مثل این اثر ماهویش و محتواییش رو چیه؟ چجوری میخواد توی خونه سیمتری 3 تا بچه باشن؟ مثلا یه دونه بچه‌ش هم توجیه داره تو خونه سیمتری؟ برای یه زوجه. احتمالاً اینو میبینه. اصلا اساساً این خونه است یا خوابگاهه؟ اینا همش متأثر از همون داستانی است که غرب امروز توش گیر کرده. به من نگاهم به غرب نگاه این نیستش که آقا مثلا اصلا خود ابلیسه. نه والله. میگم ببینید خودشون امروز دست به کار شدن میگن اشتباه کردیم. حداقل همین رو مد نظر ما قرار بدیم. اینا فاجعه است دوستان.